5 حقیقت جالب درباره شهر تاریخی روم. 1. روم یه راز عجیب داره، مسیرهای زیرزمینی چند کیلومتری که پر از نقاشی‌ها و آرامگاه‌های باستانیه. شهر زیر شهر. 2. روم تنها شهریه که یک کشور کامل داخلشه. واتیکان کوچکترین کشور جهانه و فقط با چند دقیقه راه رفتن از مرکز رم بهش میرسی. 3. تو روم دستگاه‌های فروش آب هست. اما رایگان. از 2500 فواره قدیمی به اسم ناسونه مردم هر وقت بخوان آب خنک می نوشن. 4. یکی از پل‌های روم به یه جوان 15 ساله تعلق داره. امپراتور الیوگابالوس فقط 14 ساله شد، امپراتور و دستور ساخت سازه ها رو میداد. 5. رومی ها برای شانس نمک رو پشت سرشون میریختن، ولی عجیب ترش اینه که بعضی ها هنوز این رسم باستانی رو تو رم انجام میدن.